اگه رولتت موقع پیچیدن ترک میخوره یا بعد از سرد شدن خشک میشه، این ویدیو دقیقاً برای توه. این روشی است که خودم بارها امتحانش کردم و همیشه جواب داده. بریم با هم قدم به قدم یه رولت فوق نرم و بدون ترک درست کنیم. تخم مرغ 5 عدد، آرد 100 گرم، نمک نوک قاشق چایخوری، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری، وانیل 1 قاشق چایخوری، شربت بار 25 گرم، شکر 75 گرم. زرده ها و سفیده های تخم مرغ رو از هم جدا میکنیم. بهتره که تخم مرغامون خنک باشه که راحت تر سفیده و زرده جدا بشه. بهتره که تخم مرغ ها رو دونه دونه اول توی یک کاسه کوچیک بشکنیم، زرد سفیده رو جدا کنیم و بعد به ظرف اصلی منتقل کنیم که اگر یک تخم مرغ با زرد سفیده قاطی شد تمام موادمون رو هدر نده، چون مهمه که یک ذره از زرده نباید با سفیده قاطی بشه. همینجور که سفیده رو داریم میزنیم حدود 1/3 از شکر رو طی 2 مرحله به سفیده اضافه میکنیم و همچنان هم میزنیم. دوستان، یک نکته مهم در مورد سفیده هست. سفیده رو تا جایی میزنیم که از ظرف نریزه، اما نباید بیشتر ادامه بدیم که حالت ابری و تپه تپه بگیره. اون موقع کیفیت کار میاد پایین و ممکنه رولتمون خراب بشه. این نکته خیلی مهمه. زرده ها رو به همراه شکر و وانیل میزنیم تا کرم و کشدار بشه. کمی نمک هم به زرده تخم مرغ اضافه میکنیم و شروع به زدن میکنیم. دوستان، یک نکته مهم دیگه این که طی زدن زرده تخم مرغ ما باید 2-3 مرحله دور ظرف رو دورگیری کنیم. این کار جلوگیری میکنه از اینکه در پایان نون رولتمون بوی زخم تخم مرغ نده. این خیلی مهمه، یک نکته خیلی مهمه. شربت بار رو به زرده اضافه کرده و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. این شربت بار بسیار مهمه، چون که باعث میشه که زودتر وقتی که ما خمیرمون و مواد رولتمون رو توی فر قرار میدیم زودتر رنگ بگیره و زودتر پخت بشه. یعنی مجبور نباشیم زمان بیشتری مواد رو توی فر بذاریم که همون باعث میشه که رولت خشک بشه. نباید زمانی که مواد رو توی فر میذاریم زیاد بمونه، نهایتاً 8 الی 10 دقیقه. در این مرحله طی یکی دو مرحله سفیده رو به زرده اضافه میکنیم و خیلی آروم فولد میکنیم که پف موادمون نخوابه. الان نوبت آرد رم طی 2-3 مرحله از الک رد میکنیم و به مواد اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن فولد میکنیم.
مواد رو توی سینی فر می‌ریزیم و با کاردک یا با لیسک یا با هر چیزی که راحت تر هستیم مواد رو صاف میکنیم. سینی من تقریبا 30x40 هست و قطر موادمون تقریبا 1 سانت میشه. دمای فر 250 و طبقه دمای بالا و پایین رو من روشن کردم و طبقه وسط کمتر از 10 دقیقه طول کشید پختش. سینی رو چند بار به زمین می‌کوبیم که حباباش خارج بشه. این رولت کاملا نرم و لطیف هستش و اگر تمام نکاتی که گفتم رو رعایت کرده باشین یک نون رولت کاملا حرفه‌ای خواهید داشت. همونطور که میبینید این نون رولت کاملا نرم هستش با اینکه سرد شده، اما به هیچ عنوان خشک نیست و ترک نمیخوره. من نون رولت رو توی کاغذ روغنی میپیچم و کنار میذارم. البته این نون اینقدر نرم هست که همین الان هم میتونین اون رو خامه کشی کنید. برای خامه رولت من از اشلاگزانه استفاده کردم. هر یک لیوان 200 گرمه و 30% چربی داره. برای به ازای هر یک لیوان اشلاگزانه 1 قاشق پر پودر قند و 1 دانه اشتای و به دلخواه مقدار خیلی کم گلاب اضافه میکنیم. این نکته هم خیلی مهمه که اشلاگزانه ما باید کاملا خنک باشه. من وانیل هم به خامم اضافه کردم. این چیزا سلیقه‌ای هستش. من دوست دارم توی خامه‌ای که میزنم مقدار خیلی کم گلاب و یه مقدار وانیل استفاده کنم. دوستان اگر تمایل داشتین که یک ویدیو جداگانه برای زدن خامه هایی که برای خارج از ایران هست مثل اشلاگزانه توی کامنت ها بنویسین که من یک ویدیو جدا برای شما درست کنم. حدود 7-8 دقیقه طول میکشه تا خامه ما سفت بشه. همینجور که دارین میبینین کم کم رنگش کدر و مات میشه و فرم میگیره. وقتی که فرم گرفت دیگه بیشتر نزنین چون خیلی زود تبدیل به کره میشه و خاممون خراب میشه. خامه فرم گرفتمون رو روی نون رولت پخش میکنیم به قطر تقریبا 1 سانت و با پالت اون رو صاف میکنیم. برای این نون رولت که تقریبا 30x40 هست حدود 300 گرم خامه نیاز داریم.
یک نکته، موقع رول کردن زیاد محکم رول نکنید که خامه بخواد نازک بشه. خیلی آروم با فشار خیلی ملایم نون رو رول میکنیم و توی کاغذ روغنی یا کاغذ آلومینیوم قرار میدیم و حدود 1 شب توی یخچال قرار میدیم. رولت ما 1 شب توی یخچال مونده و تمام طعم‌ها به خورد هم رفته. الان میتونیم به راحتی این رو برش بدیم. من اول کل سطح کار رو یک مقدار خامه میزنم و بعد برش میدم و بعد دونه به دونه دوباره روشون تزیینات و میوه قرار میدم. از چاقوی مناسب کیک استفاده کنید یا چاقوی اره‌ای و برای برش رولت، برای اینکه برش ها کاملا تمیز و صاف در بیاد، هر برشی که میدیم 1 بار چاقو رو توی آب جوش قرار داده و با دستمال پاک کنیم و برش رو انجام بدیم. دوستان اگر این آموزش براتون مفید بود لایک و سابسکرایب یادتون نره تا آموزش های بیشتری داشته باشید. تزیینات کاملا به دلخواه و به سلیقه خودمون هستش. من خامه رو بزدم، مقداری گردوی خرد شده روش میریزم و نارنجی روش قرار دادم. شما میتونید از توت فرنگی استفاده بکنید که خیلی ترکیب زیبایی میشه در کنار خامه.